درود رفقا، حالتون چطوره؟ من آرمان ایزدم و خیلی خوش اومدید. بالاخره بعد 2 روز بهبود پیدا کردن از اون مریضی کوفتی اومدم به خونه هاتون با یه ویدیوی جذاب و متنوع دیگه. حالا امروز قراره چیکار بکنیم؟ امروز قراره بریم سراغ یکی از خفن ترین، بزرگترین، گنگ ترین ماشین بازهای ایران و اون کسی نیست جز این دوست عزیزمون که به زودی بهش میپردازیم. قبل اینکه بریم سراغ ویدیو، لایک، کامنت، سابسکرایب و زنگوله حتما فراموش نشه. بریم سراغ ویدیو. گرافیو که نگاه میکنیم اولش نوشته آدیداس. بله آدیداس هم که میبینید چجوری نوشته. ماشین بازی جرمه، منم مجرم سابقه دار. بی پدر مادر قبل. بیا برو مادر قبل کسکی شود. این دیدن واقعا میکنه من با اون جنگ میکنم، نه شیری که پشتر ما حرف میزنه. از این ادیت ها متنفرم. کامنت ها رو فقط نگاه کن. بنده خدا شیری که پشت سر تو حرف بزنه بدون واقعش هم روشن. این چیه؟ یا اول فصل میتونستم عصبی بشم. میتونستم عصبی بشم، نمیتونستم. یه همچین چیز نمیدونم. میترسیدم از دستت بدم. میگیری. آها میترسیدم عصبی بشم، میترسیدم از دست بدم. چی میگم دلبر؟ خب حله. حالا یه لطفی بکن ماشین بابا رو بذار سر جاش تا نیومده کونتو پاره کنه. لطفاً محبت کن. فقط وای گیفی که اینجا ریپلای کرده یعنی تو سری کامنتاش از خود ویدیو سمتره. الان میتونم نفس بکشم و خوب خوشگل برینم بهت. بذار ببینم چند تا پرونده داری؟ 7 تا پرونده داری. 7 تا پرونده داری باشی. کپشن هم نوشته بده بره. برو کسته مادر. کیرم تو تک تک ویدیوهایی که درستی هایی. داشتم گالریمو نگاه می‌کردم. از خودم 50 تا عکس دارم ولی از اون 250 تا گوشی مال منه ولی اون صاحب گالریمه. آقا یه جا زدی 88، یه جا زدی 84. تکلیف خودتو مشخص کن. الان تو کودکی یا بچه سال؟ بالاخره کدوم؟ یا ابوالفضل حاجی ماشین داره میریزه. وای کاپوتو نگاه حاجی. کاپوت کلا باید عوض شه. اصلا این کاپوت دیگه آهنگی که گذاشته رو فقط نگاه کنید. به به. قاب آینه رو نگاه کنید. و داشتم اصلا اعتقادی به ادیت نداره. خودش دوربین رو میگیره. این چیه؟ الان این چیه؟ 60 تا پرچم ژاپن رو کرده تو کون ویدیو. هنوز تو ضبط ماشینم هایده نیست. یه چیزایی هست که فقط آیده نیست. اون لنگ رو آینه بر میداشتی بعد ویدیو میگرفتید. نوشته چرا خوبی کنه که یادشون بره، یه کاری کن تا یادشون بمونه. مرسی واقعا از این لگنت. هر چقدر بیشتر ویدیو میذاری بیشتر عینم میگیره و بیشتر یبوست هم رفت میشه. هر چی که دیدم از خوبیای خودم بود. وای ماجی ماشین روغن سوزی هم داره. ریدم و الان دیدم. نگاه دودو نگاه. وای ماجی ماشینه در حال مرگه. یه ذره دیگه راه بره میریزه، کلا پود میشه. بعد کپشن رو نگاه کنید چی نوشته. دزرت ایگل. دزرت ایگل مخصوص کسایی که کانتر بازن. اونایی که دیگه تو بچگیاشون خیلی کانتر بازی کردن میدونن که اسم یه جور کلته و من اصلا نمیفهمم که چرا توی کپشن این ویدیو چرا همیشه تو فکری ذهن من. تو فکر نباشی میخوای تو فکر چی باشی؟ این چه آهنگیه؟ این چیه داره بوقت نیسانی میزنه؟ ننت نمیدونه این استان است که نه. اگه ننت میفهمی ننت چون دارد میزنه. این دیگه تعمیرگار گفتش که ماشین دون از روز اولم بهتر شد بدون یه جای کار میلنگه. عمو جون تو کلا ماشینت داره میریزه. کلا ماشینت خرجه. هیچی به جز خرج نیست ماشین تو. باشه حالا که ویدیو تموم شد بلند شو برو درس تو بخون. یا چند هفته دیگه به مدرسه پدسگ. اوه یزید چش تو چش نشدن. مرد با دوربسته رو زدن. منم صاحب سولم، منم شیر شدم. انقدر ماشین بابات تو بر نیار. این 100 بار پسری گندگوز فسقلی. زبونت چرا میگیره حالا اول ویدیو من نمیفهمم. اوه بابا یه ذره ترمز عقبو یواشتر بگی. چی میگه این زبون هسته من نمیفهمم. اگه کسی فهمید
بنویسه تو کامنت ها، واقعا نمیفهمم، جدی دارم میگم. اونایی که برای دارن و مسخره ماشینه گوزید، یه لحظه اجازه بدید گوش کنید. گوز ماشینه در رفت، نگاه کنید. گوش کن. اونایی که پراید دارن و مسخره نکنن، اون پرایدشون اندازه یه بنز واسهشون کار کرده. آره دایی، حکایت خیلی نکن پسر جون، اون ماشین انش در اومده، اون ماشین روغن سوزی داره، واشرش داره، ان بنده اون ماشین هیچی ازش نمونه. ولی من خودم بچه‌ها به عنوان یک پراید سوار بهتون میگم و من اصلا جدی دارم میگم، اصلا شو آف این داستان نیست. من اینکه پراید سوار یه آپشنی که داره اینه که مطمئنی طرف به خاطر خودت میخواد، نه ماشین. بچه‌ها با پسرایی که پراید دارن دوست بشید. اینا نه مثل 405 سوارا سرعت میرن، نه مثل 206 سوارام هبلن، مثل سمن سوارام ماشین برای باباشون نیست، مثل 90 سوارام بگیرن. چرند نگو، تو خودت های ماشین تو با خایمالی بابات برمی‌داری. خدا این پارچه رو انداخته رو ماشین که موج کاپوت و بیگاهی ماشین معلوم نشه. حل شد نشد. سلطان نزن از این حرکت، تو الان چپ میکنی منم راست میکنم، داستان میشم. میریم زیر خاک دیگه. یارا آرزو آقا. باجی کلا 20 تا داره میری دیگه، ناموسن داره 20 تا کلا میری، گوه نخو بابا. کپشن نوشته به پدر و مادر خود نیکی کنید. مرسی داشت، من واقعا منتظر بودم شما بیایید سخنرانی گوهروار رو ببرید. وایسا این نصیحت. آخه این قیافه به نصیحت میخوره. این صندلی هم نمیتونه بده دو میکنی؟ حلالت باشه مشتی. خیلی خوب، باش بذارید آروم باشم. صبر اجازه بده یه دقیقه اجازه. امان از رفیقای نامرد انقدر آهنگ انو زیاد کرده نمیفهمم چی میگه. هیچیشو نفهمیدم اصلا، با هر جور در نمیاد، نه کیفیت ویدیو، نه ادیتی که میزنه، نه حرفایی که میزنه، نه کارایی که میکنن، هیچیش با هر جور در نمیاد. تست سرعت پراید. بله همین حاجی، اون پراید انش در میاد. نکنین کارو رو باش بچه‌ها. من واقعا بیشتر از 110 تا ماشین خودم نرفتم، چون واقعا آدم خایه میکنه وقتی پشت فرمون پراید باشی 110 تا بری، میفهمی که ماشین میخواد بره، اصلا دست شما نیست کنترلش، خودش هر طرفی دلش بخواد میره. تخم سگ بیاره باشه خودش عشقا تو نمی بی پدر مادر. چون من ماشین رو بفروشم وقتی که بقیه رفیقام ترکم کرده بودن این ماشین هم بود که کنارم بود. میگه وقتی همه رفیقام ترکم کرده بودن این ماشینم بود که کنارم بود. اشتباه کردی، خرسی بود که بغل خودت میذاشتی شبا میخوابیدی. اینو رو مرسدس های جی کلاس عربستان میذارن، نه رو پراید تخمی ایرانی. وای نگاه کن، اوه سلطان اومد، اوه داش میرفتی دیوار. شما پای سر ما حرف میزنین ولی شبش تو دخترتون از دل ما در میاره. حالا دنده بده کسی نگو، با مادر ماشین گاییدش. میگه شما پای سر ما حرف میزنید اشکال شبش تو دخترتون میاد از دل ما در میاره. از هسته خرمای خود مایه نذارید. بابا اون آهنگ ادیت تو کم کن جور ما. هر بار تورنز میگیره یه صدایی میده، نگاه کنید. خماریت هم میکشم ولی تو بهش پلش ملشتی نمیدم. اصلا به این که به دنده نگاه کرد موقع دنده دادن کاری ندارم. یه دقیقه بیاید اینجا همراه من، بیاید همراه یک بازبینی فوق پیشرفته بیاید اینجا.
فیلم بردار و هنرمند ویدیوهای ایشون رو مشاهده میکنید که از ته قلبم دلم میخواد واقعا بهش بگم که کیرم پس کلت با این ویدیوهایی که درست. امیدوارم که از ویدیوهای این فسقلی تخم سگ انقدر مثل من فشاری نشده باشید، مسموم نشده باشید و هنوز زنده مونده باشید تا آخر ویدیو. لایک، کامنت، سابسکرایب و زنگوله حتما فراموش نشه. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوی دیگه، بدرود.